حضرت گفتن که حق المسلم علی المسلم خمسون. گفتن مسلمان بالای مسلمان 5 حق داره. اینها حق واجبه هستن برادر، اینها واجب هستن به جا آوردن شو. یکمش رد سلام، رد السلامی. یکم حقی که مسلمان در بالای ما داره رد سلام است، جواب سلامش گرداندند. وقتی گو السلام علیکم فقط سرت نجنبانی خیل. بعضی انسان عادت داره وقتی سلامش میته خیل میکنه تمام جواب نمیگردونه. سلام، کلمه سلام گفتنش سنت است، اما جواب سلام واجب است. وقتی جواب سلام نگردونی عاصی میشوی، گناهگار میشوی برادر عزیز. او برادر برای شما چی میگه؟ میگه سلامتی دنیا و آخرت برای تو نصیب باد. در دنیا و آخرت سلامت و خرسند سعادتمند باشی. معنی کلمه سلام معنیش همین است. با یک سرجنباندن این جواب نیست برادر عزیز. باید چی بگو؟ و علیکم السلام، برای شما هم سلامتی دنیا و آخرت نصیب باد. باید برای همدیگر سلامتی دنیا و آخرت بخواهیم. ما خواهان سلامتی، خواهان خوشبختی همدیگر باشیم. یکم حقی که برادری مسلمان ما در بالامون داره رد سلام است. و دویمش پیغمبر بزرگوار ببینه برادر عزیز چی تعلیمات بزرگه، چی پیشوای دلسوز و مهربانه که ما را چی تعلیم ها داده. دویمش و عیادت مریض، یعنی اعادت، بیمار بینی کردن بیمار مریض. وقتی یک برادرت فهمیدی بیمار است تنبلی نکو، سستی نکو. چی در بیمار خانه باشه، چی در جای خوابش باشه، از درش داخل شه، حالی او را بپرس. در اصل وقتی بیمار احوال پرسی میکنی در چگون میکنه، یک لحظه میره در کنارش میشینی چی قدر وقتش خوش میشه، خوشحال میشه، خرسند میشه. این حق ایمانداری من و شما است. حتی در حدیث قدسی رب العالمین در قیامت ما بنده هاش عتاب میکرده، سختگیری میکرده. میفته که بیمار بودم خبرگیریم نآمدی. سبحان الله. بنده میفته ای پروردگار تو رب العالمین هستی، من چه خیلی تر خبرگیری می آمدم. پروردگار میفته فهمیدی که فلانی بندم بیمار از خبرگیریش نرفتی. اگر خبرگیریش میرفتی من در نزد او بودم. گرسنه بودم طعامم ندادی. ای رب العالمین تو رب العالمین هستی، من تو را چه خیلی طعام میدادم. میفته فلانی بندم گرسنه بود طعامش ندادی. اگر طعامش میدادی لحظه من اجرش ثوابش برات میدادم. تشنه بودم آبم ندادی. ای رب العالمین تو رب العالمین هستی، من چه خیلی تر آب میدادم. میفته میدانستی فلان بندم تشنه از آبش ندادی. اگر او را آب میدادی این لحظه اجر و پاداش میدادم. این حق ایمانداری ما هست که بیمار بینی داشته باشیم. و دیگرش پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند و اتباع الجنائز، در جنازه برادر مسلمان اشتراک کردن، جنازه یک برادر مسلمان خواندن، بعد از رفتن در حق یک برادر مسلمان طلب مغفرت و دعای مغفرت کردن که خیلی حالتش سخت است. وقتی که انسان از دنیا جدا میشه و از این یعنی عالم روشن کشاد به یک خانه تنگ و تاریک میروه، او شخصیت محتاج دعای من و شما است برادر عزیز. ای که بر ما بگذری دامن کشان، سخت محتاجیم آیات بخوان. این جمله از جانب شخصیت هایی که در زیر خاکن از جانب اونها برای ما میشته. ای شخصیت امروز حیاتی دامن کشان در روی زمین قدم میزنی، ما محتاج دعایت هستیم. ما انتظار هستیم که یک دوست برادر میگه که پروردگار رحمت و مغفرتش کن. اشتراک کردن در جنازه شخصیت مسلمان هم این حق ایمانداری است. و اجابت دعوه، اجابت دعوت، وقتی دعوتت کرد چی محفلی داشته باشه فرقی نداره، چی روزی خرسندیش است، چی یک یادداشتی گذشتهش است، چی اینکه یک طعامی اندکی هم کرده از میخواد همراه چند دوستش یک جای طعام بخوره. وقتی که دعوتت کرد باید که اجابت کنی دعوتش. اجابت دعوت سنت است. جناب پیغمبر در روایت دیگر گفتن که وقتی که یک برادر دعوتت کرد اجابت نکردی، تو هم خدا و هم پیغمبر نافرمان برداری کردگی هستی. اجابت دعوت حق ایمانداری است. و آخرش و تشمیت العاطس، جواب عطسه را گرداندن. وقتی یک برادر عطسه زد باید حتما بگوی که یرحمک ربک، پروردگارت از رحمتش سیرابت بگردانه، پروردگارت تو را رحمت و مغفرت بگردانه.